فریبرز رئیس‌دانا اقتصاددان در تهران با ماست روی خط تلفن. آقای رئیس‌دانا، اونطوری که آقای احمدی نژاد اعلام کردند این قانون رو و این خبر رو، فکر می‌کنید که فردا صبح چه اتفاقی میفته؟ من گمان نمی‌کنم اتفاق خاصی فردا بیفته، برای اینکه دولت احمدی نژاد از طریق شوک درمانی وارد معرکه نشده، از طریق توهم درمانی وارد شده. به تدریج و قطعه این یارانه‌ها رو داره حذف میکنه، مقداری هم پول به حساب‌ها ریخته و از توهم پولی مردم محروم استفاده میکنه. بنابراین کار مانی نکرده که واکنش ناگهانی رو انتظار داشته باشه. کاملا از لحاظ افزایش قیمت‌ها شده وارد عمل شده. ولی از لحاظ افزایش قیمت‌ها فکر می‌کنی که چه اتفاقی میفته فردا؟ ببینید به تدریج قیمت‌ها شروع میکنن به بالا رفتن. ناگهانی فردا قیمت‌ها بالا نمیره. ناگهانی شماری از فروشندگان کالاها و از صاحبان کالا شروع میکنن به احتکار بالا بردن قیمت. این هست. اما با توجه به اینی که قیمت بنزین و حاملهای انرژی به تدریج بالا خواهد رفت، به نظر من اون انتظار این که یک حرکت شوک درمانی وارد جامعه بکنه، اون انتظار وجود نداره، برای که به تدریج دولت داره این کار رو میکنه. از مدت‌ها پیش زمینه سازی کرده بود. این رو هم خدمتتون عرض بکنم که سیاستی که الان دولت احمدی نژاد داره اعمال میکنه آرزوی قلبی 8 سال دولت رفسنجانی و 8 خاتمی بوده است. همین آقای خاتمی چندی پیش اعلام کرد که ای کاش من میتوانستم در زمان خودم چنین کنم. این دولت ها همشون عاشق انجام این کار بودن، توانش رو نداشتن، پشتیبانی لازم رو نداشتن، نیروی نظامی پشت کار خودشون رو نداشتن و الان این کار رو کرده است. و شمار زیادی از اقتصاددانان مرتب یکسره در 20 سال اخیر فریاد برآوردند که قیمت ها باید واقعی بشود. آنک واقعی شدن قیمت ها، یعنی الان دولت احمدی نژاد آرزوی اقتصاددانان نولیبرال رو در ایران داره پیاده میکنه. بنابراین از اون طرف خیالش راحته. چه میخواهند بگویند اصلاح طلبان و اقتصاددانان نولیبرال؟ از اون طرف هم که خودش آماده کرده است برای که با هر حرکتی بتونه با رفتارهای سرکوبگرانه عمل بکنه و بعدم ضمن که سیاستهای شوک درمانی رو میشناسه، به سمت شوک درمانی نرفته و هالوژینوسنتری خلاصه پیش گرفته از توهم درمانی. آیا شما اشاره کردید به اقتصاد نئولیبرالی، آیا از فحوای صحبتتون اینطور به نظر میاد که شما به هر حال نگرانی‌هایی دارید در دراز مدت؟ بله، ما همیشه با این سیاست‌های تعدیل ساختاری و نئولیبرالی که الان در لباس‌های ریاکارانش دولت احمدی نژاد داره استفاده میکنه نگران بودیم. اما ببینید، توجه داشته باشید، کاری که احمدی نژاد داره میکنه، تکرار میکنم، 16 سال یکسره دولت هاشمی رفسنجانی و خاتمی روی این کوبیده بودن و همین رو میخواستن اجرا بکنن. همشون میگفتن هست یارانه ها و الان داره یارانه ها رو حذف میکنه و الان در یک آچمزی مونده اپوزیسیون، نمیدونه چه کار بکنه، برای که خودشون طرفدار سیاست‌های اقتصادی تعدیل ساختاری و نئولیبرالی بودن و اکنون که به دوره ای از یأس و ناامیدی 2 سال اخیر کشیده شده جامعه و آشورا هم پشت سر گذاشت دولت احمدی نژاد، الان وارد عمل شده، مصممه که چنین بکنه و حتما میخواد یارانه ها رو حذف بکنه. مسئله هدفمندسازی نیست، میخواد حذف بکنه برای که دولت در تله است، میخواد در واقع صرفه‌جویی های لازم رو بکنه، بمیشه به نفع کسانی که الان در سرمایه‌داری بخش خصوصی وابسته به دولت هستند و محسوب میشود. او میخواد این کار رو به نفع اینا انجام بده. سیاست تعدیل ساختاری هم همین، که نئولیبرال هم همین میگفتن، اصلاح طلبان هم همین رو میگفتن، چرا تو فراموش بکنیم؟ همه دست به دست هم همین رو میخواستن، اما این کار جامعه با خودش نشون. بله عذر میخوام صحبتتون قطع میکنم. جدا از این که به هر حال اپوزیسیون چه میخواد، باید نگاه کنیم که به هر حال این قانون حذف یارانه ها، حالا هر دولتی هم که شما اشاره کردید در این 24 سال گذشته همه دولت‌ها در ایران میخواستن اینو انجام بدن، اینه که برای آنچه که برای خوب این کشور هست، برای خوب ایران هست، برای باید انجام داد. و الان شما فکر میکنید که این قانون حذف تدریجی یارانه ها در دراز مدت چه پیامدهایی ممکنه داشته باشه، چه مثبت چه منفی؟ ببینید،
این روشی که دولت احمدی نژاد گرفته پیامد مثبتی برای توسعه بلند مدت اقتصادی نداره، پیامد مثبتی برای رفاه همگانی نداره. اقتصاد رو اگر بر حسب رفاه همگانی، توسعه بلند مدت، توسعه همه جانبه تعریف بکنیم، این سیاست نفعی برای او نداره. اما این سیاست میتونه به این دولت کمک کنه، به دولت‌های قبلی هم این سیاست میتونست کمک کنه. چرا؟ برای که دولت‌ها در واقع چارچوب‌های اقتصاد مردمگرا رو پیش نگرفتن، بلکه میخوان بخش‌هایی از بخش خصوصی و سرمایه‌داری دولتی که متعلق به خودشونه، مثلا الان سرمایه‌داری نظامی، در گذشته سرمایه‌داری روحانی، اونها میخوان برنده بشن. آثار بلند مدت این به زیان مردم هست، اما دولت خودش آماده در هر جهت با توجه به اینکه ابزارهایی رو در دست داره مقابله بکنه با نارضایتی‌ها. این ابزارها کدامن؟ یکی اینی که الان 40,000 تومان به ازای هر فرد به حسابشون میده. فردای روز تهدید میکنه که من این پول نمیدم. فردای روز که پای صندوق نروی میگوید که قطع میکنم. و مردمی هم که 40 میلیونش در انتخابات قبلی به هر حال شرکت کرده دیگه، حالا تقلب شده یا نشده، ولی شرکت کرده و هزاران از توصیه داده. خب این از این بازی داره استفاده میکنه. ما کارمون اساسی تر از این بحث هست. فریبرز رئیس دار اقتصاددان در تهران، متشکرم از توضیحاتتون.